در اسرائیل جایی را که حکومت اسرائیل جور کردن و اشغال کردن، در اینجا یهود امریکایی هست، در اینجا یهود جرمنی هست، در اینجا یهود افغانی هست، در اینجا یهود تاجیکستانی هست، در اینجا یهود سیاه‌پوست است که از افریقا آمدن، در اینجا یهودی‌ها کل منطقه آمدن خاک فلسطینیای اصلی را اشغال کردن. این وطن از اینا نیست، یا اشغالگر هستند، تجاوز کردن. برادران محترم، ما و شما مسلمان ها عقیده داریم که قدس شریف اولین قبله مسلمان ها بود و طبعا قدس شریف که است در ادیان ثلاثه، در یهودیت و نصرانیت و اسلام یک مکان مقدس است. مشکل اساسی است که کسانی که خود یهود میگن و اونا امروز مردم به اساس امو جنگ فکری که همیشه ما سرش بحث کردیم، مردم فریب میتن که اینا مستحقین درجه یک هستن که باید قدس پیش از اینا باشه. انسان باید یهودیا را بشناسه و برنامه هایی که یهودیا دارن ایره انسان باید دقیق بفهمه و بدانه که اینا با قدس چی ارتباط دارن. اصلا فلسطین که هست، فلسطین مرکز زندگی فلسطینی های اصلی هست و کسانی که حتی در زمان ابراهیم علیه السلام در اینجا آمدن و به فلسطین انتقال کردن، ای در تاریخ بشریت ثابت است که به نام عبرانیون که اینا عبور کردن و اینا آمدن، ابراهیم علیه السلام بالاخره از عراق آمدن به فلسطین. به هر صورت در اسلام که است، ابراهیم علیه السلام یک پیغمبر مسلمان بود و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان بر ما و شما بیان کرده که ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. ابراهیم علیه السلام یهودی هم نبودن و نصرانی هم نبودن، ولیکن چی بودن؟ قرآن عظیم شان میگه که کان حنیفا مسلما، یک پیغمبر پاک مسلمان بود. یهودیایی که ادعا میکنن که قدس مربوط به ما میشه و اکثرا در آسانه ها ما و شما میبینیم که بعضی از مسلمان ها یا مسلمان نماها وقتی که بحث سرازی میکنن اما حقیقت خودشان هم درک نکردن. مسلمان ها همراه یهودی های اصلی منطقه کدام مشکل نداشتن، در فلسطین با هم زندگی میکردن. از زمان عمر رضی الله تعالی عنه که مسلمان ها فتح کرده بودن قدس، یهودی ها نرمال زندگی میکردن زیر سایه خلافت اسلامی، هیچ مشکل نداشتن. اما یهودی هایی که پلان اسرائیل جور کردن کدام مردم ها بودن؟ یک تعداد یهودیایی بودن که از اندلس، از اسپانیا، وقتی که اسپانیا را نصرانیا گرفتن، مسلمان ها را هم کشتن و یهود هم میکشتن. یهودی ها یک تعدادشان فرار کردن و آمدن در کجا؟ در خلافت عثمانی، زیر خلافت عثمانی اونجا زندگی میکردن که مصطفی کمال اتاتورک است. این به نام یهود دونما میگفتن که اینا از اندلس آمده بودن اینجا، از اولاد زمین مصطفی کمال اتاتورک بود که باز خلافت اسلامی را سقوط دادن و حرکت های ماسونی ها و صهیونیست ها را اینا جور کردن و اونو یهودی های دیگی که در امریکا و در اروپا و در دیگه مناطق بودن اینا صاحب خیستن و وقتی که حرکت صهیونیستی توسط هرزل جور شد، بالاخره اونا دعوتشانی بود که هر کس صهیونیست است، یکی یهود است یکی صهیونیست است، باید فرق شود. حتی در ایران بعضی کسا هستن میگه ما یهود هستیم لکن صهیونیست نیستیم. یهود او است که دینش یهودیت است، وطنش ایران است.
یک تعداد یهود بودن که خودشان یهود بودن، وطنشان افغانستان بود. در هرات و در کابل افغانستان هم یهودیا بودن، در تاجیکستان هم یهود بودن، در شوروی هم یهود بود، در فرانسه و در آلمان و در انگلستان در اینجا هم یهودیا بودن. ولی مشکل اساسی که در قدس پیدا شد و در فلسطین پیدا شد وقتی که حرکت صهیونیستی آمد، که حرکت صهیونیستی گفت که ما یهودیایی که از فلسطین هستن، نه، ما یهودیای دنیا را باید کلش جمع کنیم، بیاین در پیش جبل صهیون که کوه هست در فلسطین، اینجا بیاین جمع شوند و این اشغال کنن. از این خاطر اول مرحله اینا در وقت عثمانی ها چی رو شروع کردن؟ یهودی ها را از روس می آوردن و زمین ها را، فلسطینی ها را توسط خریدن زمین مهاجر می رفتن. ما مهاجر هستیم، چطور هستیم، چرا هستیم، من زمین خریده می رفتن. وقتی که سلطان عبدالحمید رحمت الله علیه خبر شد که از این طریق کار میکنن، فلسطینی ها سر از اینا بند کرد و خود سلطان عبدالحمید هم یارا منع شد، گفت شما فقط اگر یهود هستین، شما در روس هستین، خانه‌تان در اونجاست، اگر برای حج کردن در قدس میین بیاین بفرمایین، پس برین در وطنهای خودتان. یار سرشان بند کرد. از اونجا باز بالاخره دستور جور کردن که چه قسم سلطان عبدالحمید از سر حکم دور بکنن و به این شکل دوباره پس مهاجرای یهودی را آل فعلا در فلسطین که است، اگر شما برین در اسرائیل، جایی را که حکومت اسرائیل جور کردن و اشغال کردن، در اینجا یهود امریکایی هست، در اینجا یهود جرمنی هست، در اینجا یهود افغانی هست، در اینجا یهود تاجیکستانی هست، در اینجا یهود سیاپوست است که از افریقا آمدن، در اینجا یهودیا کل منطقه آمدن، خاک فلسطینیای اصلی را اشغال کردن. این وطن از اینا نیست، یا اشغالگر هستن، تجاوز کردن. این یهودیایی که از روس و از فرانسه و از لندن آمدن، مثل یک وقتی که روسا در افغانستان آمدن یا انگلیسا در افغانستان آمدن، اینی قسم هستن، اشغالگر هستن. مثل که امروز امریکا آمده و بگرام، مثلا پایگاه بگرام پیش از او است و در اشغال از اونها قرار داره. این که ما و شما نمیفهمیم، خیر است، ما و شما چند وقت بعد باز میفهمیم. بسیاری کساس حال میفهمن، بسیاری کساس 10 سال بعد میفهمن، بسیاری کسا باز که اگر حال نفهمید مثل فرعون وارد در وقتی که ملک الموت دید، باز خود به خود میفهمه که اصل گپ در کجا هست. پس اینی برنامه‌ای که اونا گرفتن، قدس مربوط به اونا نیست و اینا قدس اشغال کردن و آل فعلا که است. چند وقت مانده که امی خلافت اسلامی ده چی در 1924 این سقوط دادن توسط مصطفی کمال اتاتورک و انشاءالله در 2024 که است یک قرن ازی پوره میشه و وقتی که یک قرن ازی پوره شد، سر هر قرن انشاءالله تعالی یک تحول بسیار بزرگی میاد که ما امیدوار هستیم که این تحول به سقوط خود ایالات متحده امریکا، امی قسم که روسا شکست خورد، امریکا هم امی قسم تکه تکه میشن و انشاءالله تعالی مسلمان ها فاتح قدس میشن. والله متعال ما و شما رو دمون لشکر بگردانه که در فتح قدس سهم داشته باشیم. قسما برب البيت ما ذكر النقاء